قوم هزاره یکی از اقوام اصلی ساکن افغانستان است و در برخی مناطق پاکستان، ویژه در کویت و ایران نیز زندگی می‌کنند. هزاره‌ها عمدتاً شیعه مذهب اثناعشری هستند، هرچند برخی از آنان سنی‌اند. ویژگی‌های اصلی قوم هزاره، منطقه سکونت، بیشتر در مناطق مرکزی افغانستان معروف به هزارستان زندگی می‌کنند. استان‌هایی مثل بامیان، دایکندی، غور و بخش‌هایی از غزنی. زبان، فارسی، دری با لهجه خاص هزارهگی صحبت می‌کنند. چهره، هزاره‌ها معمولاً چهره‌های آسیای شرقی تبار دارند که آنان را از دیگر اقوام متمایز می‌کند. تاریخ، گفته می‌شود که هزاره‌ها ریشه‌های مغولی دارند و ممکن است بازماندگان سپاهیان چنگیزخان باشند. فرهنگ غنی در زمینه‌های ادبی، موسیقی، صنایع دستی و هنر دارند. با وجود نقش مهم در تاریخ و فرهنگ افغانستان، هزاره‌ها در دوره‌های مختلف با تبعیض، محرومیت و خشونت‌هایی نیز مواجه بودند. وضعیت کنونی قوم هزاره در افغانستان با چالش‌های جدی امنیتی، اجتماعی و سیاسی همراه است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت تزه 13 جامعه هزاره با تهدیدات فزاینده‌ای مواجه شده است. تهدیدات امنیتی و حملات هدفمند، گزارش‌های متعدد از حملات هدفمند علیه هزاره‌ها حکایت دارند. این حملات شامل بمب‌گذاری‌ها در مدارس، مساجد، مراکز درمانی و تجمعات عمومی است که منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر شدند. به عنوان نمونه، در حمله‌ای به یک زایشگاه در مناطق عمدتاً هزاره‌نشین غرب کابل، 8 نفر از جمله چند نوزاد و مادرانشان کشته شدند. همچنین بمب‌گذاری در مدرسه سیدالشهدا در همان منطقه حدود 8 کشته، عمدتاً دختران دانش آموز هزاره بر جای گذاشت. نگرانی‌های بین المللی، سازمان‌های بین المللی و نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت هزاره‌ها ابراز نگرانی کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور افغانستان، اعلام کرده است که اقلیت‌های مذهبی، به ویژه جامعه هزاره‌ها، به طور خشونت آمیزی مورد هدف قرار می‌گیرند. همچنین گزارش‌هایی از پارلمان بریتانیا و کانادا منتشر شدند که وضعیت هزاره‌ها را به عنوان نسل کشی توصیف کردند. تبعیض ساختاری و محدودیت‌های اجتماعی، هزاره‌ها با تبعیض‌های ساختاری در زمینه‌های مختلف مواجه هستند. این تبعیض‌ها شامل محدودیت در دسترسی به آموزش، اشتغال و مشارکت سیاسی است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در دوران حاکمیت طالبان فشارها بر هزاره‌ها افزایش یافته و آزادی‌های مدنی و سیاسی این جامعه محدود شده است. مهاجرت و آوارگی به دلیل تهدیدات امنیتی و تبعیض‌های موجود، بسیاری از هزاره‌ها مجبور به ترک محل سکونت خود شدند. برخی به مناطق دیگر افغانستان مهاجرت کرده و برخی دیگر به کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران پناه بردند. تلاش‌های مدنی و مقاومت با وجود چالش‌ها، جامعه هزاره تلاش‌هایی برای مقاومت مدنی و حفظ هویت فرهنگی خود انجام داده است. فعالان مدنی و فرهنگی هزاره در داخل و خارج از افغانستان به فعالیت‌های آگاهی بخشی، مستندسازی و دادخواهی پرداختند تا توجه جهانی را به وضعیت خود جلب کنند. در مجموع، وضعیت کنونی هزاره‌ها در افغانستان نگران کننده است و نیازمند توجه و اقدام جدی از سوی جامعه بین المللی برای حمایت از حقوق و امنیت این جامعه است.